صحبتایی با امیرفردین میکرد و امیرفردین چه صحبتایی با تتلو میکرد و چند ماه قبل از که امیر تتلو بیاد ببینید چون امیرفردین چه رفتارهایی با امیر تتلو میکرد. اونم راش عوض که گفت آقا پول در آوردن الان توی خراب کردن تتلوه. رفت با اون بقیه و شروع کرد به خراب کردن. 5 دقیقه یه بار یهو کل پرسپولیس، کل تیم ملی، کل سینما، بهنوش بختیاری، نمیدونم سلنوش کفتیاری، نمیدونم شیرجوش نفتیاری، نمیدونم قول برره، نمیدونم اینا به ما گیر میدادن. حالا صحبت‌های مهم امیر تتلو و امیر فردین قبل از اومدن امیر تتلو به ایران، یعنی تقریبا یه سال 2 سال قبل از که امیر تتلو به ایران بیاد، یه روم توی کلاب هاوس باز میکنه و میاد در مورد اینکه مردم باید چه کاری بکنن که بهتر بشه زندگیشون و موفق تر بشن انجام بدن، چه کارایی بکنن که این نامردی‌ها، این بی‌معرفتی‌ها، این بدی‌ها همش حذف بشه. و شما خواهید دید که امین فردین چجوری با امیر تتلو صحبت میکنه و چجوری اشوه میره براش، چون اون موقع باب بود که خوب امیر تتلو بگی ویو بگیری. اصلا کلا امیر تتلو امیر فردین رو بزرگ کرد، معروفش کرد و بعدش دید که همه چیز ضد تتلوه، اون اومد ضد تتلو وایساد. حالا شما خواهید دید جلوتر که امیر فردین چجوری صحبت میکنه و صحبت‌های امیر تتلو چیه. دوست داشتید لایک، سابسکرایب، نظری اگه دارید لطفاً کامنت بذارید آخر ویدیو و اون زنگولم یادتون نره. پس برو بریم. اول ببین هر چیزی رو بعد بخوای. این که ارزم حضورت فلانی فلان کارو میکنه رو من هیچ وقت قبول ندارم، چون فلانی فلان کارو میکنه منم باید بکنم. نه، فلانی فلان کارو میکنه شرایطش ایجاد میکنه. من خودم یه موقعی هست که شرایطشو ندارم، آقا به هر دلیلی شرایطشو اصلا همین دختر بازی هم ندارم، ولی این فقط تو مسائل جنسی و دختر بازی و پسر بازی اینجوری نیست. آقا شما یه مسافرت میخوای بری، یه ماشین میخوای بخری، ارزم حضورت یه خرید میخوای بری، اول باید جیبتو نگاه کنی بعد بری دیگه. نمیشه که آقا $5000 مثلا تو جیبته بخوای بری $10000 خرید کنی. خب نشدنی همچین چیزی. اینی که آدما همه جا باید اول به داشته هاشون نگاه کنن بعد به خواسته هاشون. این خواهشی که من از جوانای ایرانی، نه فقط جوونا، همه مردم دارم، این که شما اول به داشته هاتون نگاه کنید بعد به خواسته هاتون. یعنی اول ببینید امکانات این که مثلا، باز مثال دیگه میزنم، مثلا شما امکانات این که سگ نگهداری تو خونه رو داری، یه حیاط داری بری بشاشه، بعد بیا سگ نگهدار. من دیدم یارو 2 متر سگو تو خونه 60 متری نگه داشته، تنظیم کننده ما هم بوده. تو همون آهنگی که خودش تنظیم کرده من اومدم گفتم زندان در جهنمی که زندان سگ رو سرگرمی میدونن عشقی فوران نخواهد کرد. که چی که به دوستاش پوز بده من سگ بزرگ دارم، یا که چی که حوصله‌اش سر میره. آقا اون سگ باید کیلومترها بدوه. این اصلا توی خونه 60 متری جای سگ نیست. حتی برای سگ نگه داشتن، حتی برای گربه نگه داشتن شما باید اول ببینید جاشو دارید، ارزم حضورت امکاناتشو داری، وقتشو داری یا نه. حتی وقتشو، یارو وقتی از صبح بعضی مار نگه میدارن، فلان دیگه گربه رو نگه میداری تو خونه چیکار؟ سگو نگه میداری تو خونه چیکار؟ بعد میای میبینی درتو جویده، عصبی شده، پنیک کرده، این بر زندگیت هم بده، بعد میای میگی سگ نفهمه. فقیت باشیم، یعنی ما باید گنجایش خودمون رو ببریم بالا که این چیزا به سمتمون بیاد. دقیقاً شما از هر دستی بدی از همون دست میگیری دیگه. باید دست بده داشته باشی که برات بیاد از یه طرف، از یه طرف هم باید داشته باشی که بخوای دست بده داشته باشی. میدونی همه چی از دو طرف به هم وصله. مسائل بسیار مهمیه که مثلا من میتونم یه مثال بزنم. شما وقتی یه لباسای کهنه دارید باید اون لباسای کهنه رو رد کنی بره که لباسای جدید بیاد. شما باید از کسای دل بکنی که شما دارن آزار میدن که آدمای خوبی تو زندگیتون بیاد. وقتی میبینی یه آدم داره هی اذیتتون میکنه، هی داره آزار میده میرسونه بهتون و شما میدونی که داری اذیت میشید، اون آقا به رها کنی. با رعایت کردن کوچیکتریناش میشه واقعا این جهنم تبدیل شده رو درست کرد. من نمیدونم آهنگ میخوام رو شما چه جوری نگاه میکنید بهش، ولی میخوام یه آهنگیه که واقعا همین یه دونه رو اگه درست گوش میدادید الان بحث این نبود. میاد میگه در خود ببین بعد بخواه. همین یه کلمه در خود ببین بعد بخواه خودش تمام این نیم ساعتی که دارم راجع به این مسائل صحبت میکنم و در بر میگیره. راتون 1000 بار مثال زدم. این جمله در خود ببین بعد بخواه مثال براتون بزنم. شما میدونید، من واسه کسایی حرف میزنم که نمیدونن. آقا تو مثلا میگی که من یه لامبورگینی میخوام دم خونم باشه. تو باید تو خودت ببینی که آیا اون لامبورگینی میتونی داشته باشی؟ آیا برای اون لامبورگینی تلاش کردی؟ آیا برای اون لامبورگینی چیکار کردی؟ آیا اصلا اون لامبورگینی که بیاد دستت میخوای چیکار کنی؟ من دارم مثال لامبورگینی میزنم. پس اول تو باید تو خودت ببینی که از پسش برمیای بعد بخوای اون چیزو.
مثلا تو چنل اومدم گیر دادم به قیافه این و اون، گفتم آقا این چه قیافه یه فوتبالیست ما نباید این قیافه رو داشته باشه. یه سری اومدن گفتن آقا تو داری قیافه مردم رو انتقاد می‌کنی. دوباره توضیح دادم که نه، ببینید من خودم گفتم که قیافه مردم، سلیقه مردم رو نباید انتقاد کرد، ولی موقعی که بحث ملی میشه، بحث تیم ملی، بحث تلویزیون، بحث ویترین ایران، بحث جلوه‌ای که داره از ایرانی جماعت نشون داده میشه و ما هم جز اون جلوه‌ایم، اینجا ما حق مطالبه داریم، حق داریم که طلب کنیم، حق داریم اعتراض کنیم، حق داریم که انتقاد کنیم، حق داریم بگیم آقا این خارکوسه کی آوردی گذاشتی تو ویترین ما، حق داریم بخوایم. در چنین حالتی وقتی ما میخوایم حتی از اون ور به آرتیستامون، به فوتبالیستامون هم کمک میشه، اونا دیگه سعی میکنن به جای اینکه عرض به حضورت برن دنبال کوچر، برن رو خودشون بیشتر کار کنن. میگه انقدر تو خوبی که میره بالا توقع، تو همین یه نیم بیت داره میگه اگه خوب باشی توقع بقیه هم بالا میبری و وقتی توقع بقیه بره بالاتر تو مجبور میشی به بهتر شدن. فهمیم خونه ما بدن ماست، خونه اول آخر ما بدن ماست و چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. چند روز پیش دوست دخترم می‌خواست یه گربه بخره، این از این گربه‌های خاص بود، چند هزار دلار قیمتش بود. گفتم عزیزم شما به جای اینکه بیای پول این گربه رو بدی چند هزار دلار، بعدم بشینی پشماشو از تو خونه جمع کنی، غذا جلوش بذاری، انیشو تمیز کنی، این گربه بذار تو طبیعت حالشو ببره، یا یک کسی که باغ وحش داره یا ویلای بزرگ داره یا شم نیست بره این گربه رو ازش نگهداری کنه. شما همین پولی که می‌خوای به گربه بدی برو هزینه پوست تو، مو تو، تتوهای تن تو، آمادگی جسمانی تو، سلامتیت بکن. آخر هفته هم به جای اینکه بیای پشم گربه جمع کنی، بزن برو واسه خودت یه ماساژ بگی، برو واسه خودت یه استخر، برو واسه خودت یه رستوران، برو واسه خودت یه مسافرت، حالش رو ببر. این که میگم چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، منظورم نیست که بری گربه بخری بیاری بذاری تو خونت. خونه منظورم خونه نیست، منظور بدنه. یعنی چراغی که حتی به بدنت رواس به خونت هم حرومه. یعنی اگه بدنت درست نیست، سلامتیت درست نیست، باید خرج بدنت، خرج مربی بدنسازیت، خرج بهداشتت بکنی، حق نداری بری مبل آنچنانی بخری. خانه منظور تن بدن آدمی است. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. یعنی شما اگر پول غذای سالم نداری، لباس گرون هم نپوش. این بحث رو امروز داشتم توی تلگرام میکردم راجع به کوچنگایی که میان سوار لامبورگینی میشن، بعد از این ور میان میگن ارزم به حضور تریاک گرونه، یا میان میگن ماساژور نداشته باش، یا میان میگن ارزم به حضور رژیم غذایی نداشته باش، یا از این ور پول ندارن دیگه برن چه میدونم 4 جا دیگه 4 تا کار مهمشون رو انجام بدن. باید آدم اول از همه به فکر بدن و تن خودش باشه، بعد به فکر اعضای خانوادهش باشه، در آخرین درجه باید بیاد به فکر ماشینش باشه، نه در اولین درجه. من میگم کسی که لامبورگینی سوار میشه بیا اسپانسر این فایت شو، اون براش پول خورده، با کله میاد اسپانسر میشه، یه فایتر هم نداره 10 تا فایتر داره. دلار خارجی رو ببینید، منتها اینجا ایرانیه سوار لامبورگینی میشه، کلت بهش میگی خب این خودش گول زدنه دیگه. اینه اون دختر است که میره با فتوشاپ درست میکنه، بعد میادن نزدیک میبینی دیگه اینم همینجوریه. یارو میره با دروغ و با قسط و اینا واسه خودش ماشین و ظاهر رو درست میکنه، بعد میاریش تو گد، میاریش تو بازی، میگه آقا من پولدار نیستی انقدر بذار وسط کار بزرگ انجام بدی، بعد میرینه میگه تو چقدر خرجت بالاست. من که با تویوتا میرم میام. مشکل ما اینه که فکر میکنیم دزدی فقط اینه که من بیام پول این آقا رو درارم، پول این آقا رو بردارم. این که این آقا داره تبلیغ لباس فروختن میکنه، من بیام تو محدوده ایشون تبلیغامو بچسبونم رو تبلیغ این آقا، یعنی دزدی. درست میگم آقا؟ این کارو بارها با ما کردن، دزدی کردن، دروغ گفتن، شواف الکی کردن، ریخت و پاش الکی کردن. بعد میان تازه به 4 تا چیز، ما مهران مدیری چیز باحالی بود، میگفت بچهای کارو بیارید براشون معلم پیانو بذارید، معلم فلان بذارید، معلم بیسار بذارید. بعد یارو برگشت گفت آقا پول نداریم که، این پایین داری بیت کوین اجاره میدی. گفت پس بهشون قرص خواب بدید. دقیقاً کاری که با من کردم. من معلم پیانو می‌خواستم، معلم استایلینگ می‌خواستم، بیاد چه می‌دونم معلم رقص می‌خواستم، جیم خوب می‌خواستم، ارزم به حضور تیم فیلمبرداری درست می‌خواستم، به عنوان یه آرتیست نوازنده‌امو کنارم می‌خواستم. هیچ کدوم از اینا داده نشده. من با 100 درهم عکسشو استوری کردم، با 100 درهم اومدم دبی، با همون 100 درهم برگشتم، با همون 100 درهم اومدم ترکیه، همون 100 درهم هم الان تو کیف پول من هست. آکوروش من اصلا مالی نداشتم که ببازم. تو عرض به حضور تلگرام هم گفتم منو مهمونی دعوت کردن، خرج پذیرایی از مهمونشون رو نداشتن بدن با 30 تا لامبورگینیشون. خب الان تا دقایق دیگه امیر فردی میاد صحبت میکنه با امیر تتلو و حالا در مورد مسائل با هم دیگه صحبت میکنن. 2 سال
یک سال قبل از که امیر تتلو بیاد ایران ببین چه صحبتایی با امیر فرد میکرد و امیر فردین چه صحبتایی با تتلو میکرد و چند ماه قبل از که امیر تتلو بیاد ببینید چون امیر فردین چه رفتارهایی با امیر تتلو میکرد، چون میدید همه حاشیه ها، همه دریوری ها، همه چرت و پرتا ضد تتلوه، اونم راش عوض که آقا پول در آوردن الان توی خراب کردن تتلوه، رفت با اون بقیه و شروع کرد به خراب کردن. و بالا میگن نیکی که از حد بگذره ان میاد قاطی آجیل، یا ان میاد قاطی آجیل بعد کل آجیل بو ان میگیره، میگی نه بشین تماشا کن. اینه که صحبت های شخصی من تموم شد. من یکی یکی دوستامو میارم بالا. الان آقا امینو من دیدم اینجا، فعلا میارمش اینوایت تو اسپیکر. امیر جون سلام. داش چطوری؟ قربونت برم. چی شده؟ ناراحتی؟ اصلا من تازه رسیدم. ناراحت نیستم، داشتم توضیحات میدم دیگه. خسته نباشی. از اول چطوره؟ همه چی خوب. دمت گرم بابت این برنامه‌ای که ساختی، خیلی باحال بود. قربونت برم. نه گفتیم یکم صحبت کنیم راجع به اتفاقات عجیب و غریبی که واسط رقم خورده. واقعا صبری داری یا خدایی اصلا. من نگاه میکنم، مرور میکنم زندگی تو در طول 10-12 سال گذشته، میگم آقا تا الان اووردوز نکردی شانس آورد. داداش من حالا الان که خوبه گوش بده سلطان، حرفای من یه فردینو. مدت 5 دقیقه یه بار یهو کل پرسپولیس، کل تیم ملی، کل سینما، بهنوش بختیاری، نمیدونم سلنوش کفتیاری، نمیدونم شیردوش نفت بیاری، نمیدونم قول برره، نمیدونم اینا به ما گیر میدادن. حالا باز ما رسیدیم به یه جایی که لااقل یارو که گیر میده، میفهمی چی میگم، لااقل یه بار ما رو از نزدیک دیده دیگه. همینجور من میگم وقتی که تو برای هر مبحثی، برای هر تصمیمی نفع بقیه رو در نظر بگیری، هیچ وقت کارت اشتباه در نمیاد. دومین ور قضیه اینه که من اگر این کارو نکنم داداش هیچکی نمیکنه و تا سالهای سال همین قضایا ادامه خواهد داشت، چون اگر کسی خواهش رو داشت تا الان میکرد دیگه، به ما نمیرسید اصلا. یکی جلوتر از ما قبل ما میومد میگه آقا مشروب میخوری نرو دعوا کن، اینو که نگفتن هیچ، بیا یه روزایی هم تریاک بکش، گل بکش، بشین به کارهای بدت فکر کن. اینو که نکردن هیچی. اومدن به روز وثوقی آورد مشروب خورد، کافه ها رو به هم ریخت، همه جوونا رو یاد داد مشروب بخورن، کافه ها رو به هم بریزن. خب این که من جوون ایرانی یاد گرفته داداش کافه رو به هم بریزه، این از زمان به روز وثوقی مد شد دیگه. قبلش کجا ایرانی‌ها میرفتن کافه به هم میریختن؟ راست میگه. حالا اینکه میگی الگو، خودت به نظر خودت الگو میدونی واسه طرفدارات؟ 100% من الگوی مناسبی ام. من همیشه یینگ یانگم برقرار بوده. من همیشه اومدم گفتم آقا از این ور انقدر ورزش کنید که همه ورزش‌های همه رو آماده باشید. از این ور اومدم گفتم آقا انقدر ورزش نکنید که مغزتون آنتیک باشه، به بازیتون هم بپردازید. از این ور اومدم گفتم آقا اگه زن داری به زنت بچسب، از این ور حجابتو بچسب. از اون ور گفتم آقا اگه جوونی میخوای اشغال کنی برو دو تا بکن، اصلا به کسی ربطی نداره. از این ور اومدم گفتم آقا حتی به حیونا رو نکشید، دعوا نکنید. هزار بار جلوی دوستای خودم گفتم آقا فلانی فوش مادرم داد نزنینش، طبیعت کار دیگه داشت. الگو مناسب به چی میگی؟ برو اول زنتو دریاب. یعنی اگه جا هم دیدم الگوم داره نامناسب میشه اومدم اصلاحش کردم، انتقاد پذیر بودم، اومدم نتیجه رو دیدم نتیجه منفیه، راهکار رو عوض کردم. درسته. کتابت شما هر مثالی برای من بزنی من جواب دارم براش. بگی اینجا الگوی نامناسب بودی، گفتم بله این ور من اومدم این کارو کردم که اون الگوی نامناسب جبران شه. اگه میگی نه بپرس، ماشاءالله پسر باهوشی هم نه هستی. قطعا دیده بودم توی یکی از این رزومات بود که یه جا توی یه دونه از آهنگات. نه داداش من یا جواب دادم یا رفتارات زشت اجتماعی رو توضیح دادم. حالا مثلا اومدم گفتم عرضم به حضورت زشته مثلا چه میدونم هنری نداشته باشی همه چی تو بکنی. خب 100 نفر هنر نداشتن همه چیشونو کندن، خب به همشون میخوره. تو اونو میخوای بگی مثلا دیس دنیا جهان بخشه، من میگم نه دیس ندایاسیه. تو میگین دیس ندایاسیه، من میگم نه دیس نامداریه. تو آخه میگی مثلا دیس، تو میگی دیس 48 نفر رو دیس کردی. داش 48 نفر 20 بهشون تو 20 دقیقه، میخوره این 10 دقیقه دیس. 20 ثانیه. جان داداش اون 48 نفر بهشون میخوره اون دیس. 48 نفر از آدمایی که شما میشناسید اون صفاتی که من موزیک تو اون آهنگ برزخ گفتم رو و دارا میگم. هستن. حالا میلیاردها نفرم اون صفاتو دارا هستن که شما نمیشناسیشون. یعنی با فکر اونا رو نوشتی که مثلا روی این 48 نفر بود، یا نه یهو اومد و بهشون خورد؟ چون نه والا بهشون خورد. بعد ما اومدیم، یعنی من دیس رو نوشتم، بعد اومدیم بررسی کردیم دیدیم به 48 نفر خورده. وقتی یه یعنی دیس یه آهنگ به 48 نفر میخوره، شما چطوری میتونی به من بگی من مثلا واقعا موزیک یه جا خفنی برمیگردی به بود من اون میگی موقع. من اینجا برگشتی گفتی چه فایده داره وقت ببین تو اصلا تو بوگاتی بشین چه فایده داره بازو دو تا پای ملخ. تو بگی من پویان رو دیس کردم، میگم نه میلاد حاتمی رو دیس کردم. تو میگی من میلاد حاتمی رو دیس 4 تا فالوور بگیرن پس فردا از ما نیان دزدی کنن برن بچسبن به زندگی خودشون.
میگی اونو دیس کردم، میگم نه من اونو دیس کردم. خب من اومدم، حالا اینایی که شما دارید میگیدم حرف افتاده زمین میخوره بهشون دیگه، نمیتونی به من بگی تو اینو دیس کردی که. آخه امین تتارو خیلی آدم باهوشیه، یه حرفی رو الکی نمیزنه، اینو من میتونم شهادت. نه آقا یه چیزی دیدم که گفتم، الکی نگفتم. یه چیزی آها. دیدم که گفتم، ولی این چیزو از یه نفر ندیدم، از 100 نفر دیدم. تو بیای بگید آقای ایکس اینجوریه، من میگم آقا آقای ایگرگ هم اینجوریه. میفهمی فقط چی ببینید میگم؟ امیر فرید چجوری متوجه صحبت شدم. میکنه. این که آخه این حالا این تعداد آدم 48 نفره خب به هر حال یه رکورد محسوب میشه. این تو این چند سال گذشته من دیدم دیگه رکوردهای زیادی رو شکوندی، از رکورد کامنت در اینستاگرام تا رکورد کامنت در یوتیوب که فکر کنم بیش از 16 میلیون کامنت در یوتیوب امیر فردین گذاشته شد با توجه به رکورد یوتیوب که 12 میلیون بود. ما همینجوری الان داریم تفننی این رکورد رو میبریم بالا. یعنی ما موقعی که شدیم 12 میلیون رکورد رو زدیم، بعد اومدیم خودمون کردیم 13 میلیون 14 میلیون، الان رکورد یوتیوب شده 16 میلیون. ما کردیم رکوردشو. مثلا که جنجالی ترین، میدونم هر کسی که مثل تو آهنگ زیاد خونده باشه و به این درجه برسه شاید هیچ وقت نتونه یکی از بهترین آهنگاش یا جنجالی ترین آهنگاشو اصطلاحاً انتخاب بکنه. خودت بهترین آهنگت کدوم آهنگت میدونی اگه بخوای بین این همه آهنگ انتخاب بکنی؟ من باور کن بهترین آهنگ خیلی دارم. یکیشون رو بخوای انتخاب کنی. ببین هر کدوم از آهنگامو بشینیم با هم گوش بدیم، من برات توضیح بدم که داره چه اتفاقی میفته، برگات میریزه. من بهت قول میدم. من با دقت گوش میدم آهنگاتو. مثلا به نظر من آهنگ الله حالا صرفا از نگاه مذهبی یا اگر شما گل میکشی؟ من نه واقعا خب یه هرگز نمیتونی بکش آهنگای خودم منو، الان سرویس. هرگز نمیتونی همین جون، هرگز میتونی از آهنگا لذت ببری، میتونی بفهمیشون، ولی هرگز نمیتونی 100% درکش کنی. میدونی برگردی. بهترین آهنگی که از دل خودت بخوای انتخاب کنی. گفتم دیگه من تو هر ژانری بهترین آهنگ دارم، ولی نه اگر یکی بخوای انتخاب کنی دیگه. الله یکی، انتخابم یکی. داداش من منسه رو انتخاب میکنم. از همه بهتر. از این منسه آخه یه منسه اوه آهنگ اوه نی، اوه. منسه یه نقاشیه، منسه یه فیلم سینماییه، منسه یه مهد یه تمدنه. یه زندگیه شارژر به من میدی؟ منسه اصلا منسه. خیلی آهنگ عجیبیه. از دید خودت. بله. شارژرمو منتو نیدی؟ منسه منظورش فکر کنم معراج زده بود اگه اشتباه نکنم، درسته؟ بله متاسفانه معراج زده بود. چرا متاسفانه؟ به خاطر اینکه ببین میگه دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. بریم به سوال بعدی، بسم خسته نشی. دو تا سوال دیگه بپرسم بری به تتوت برسی یا دوست داری آره ادامه؟ میخوام برم تتو بزنم، بعد از اون ور همین آهنگ دیدی رو میخوام امشب یه وکال نهایی بگیرم جلو جلو دو تا بریم. سوال دیگه بپرسیم که شما بگو. برید. آقا جنجالی ترین آهنگی که یادش خودت بخیر. دوست داری و انتخابش می‌کنی بین تمام آهنگات که هم جنجالی ایجاد کرد هم پر سر صدا بود، میتونم سه تا رو کاندید بذارم خودت انتخاب بکنی، یا بذار کاندید بذار. انرژی هسته‌ای رو من میتونم بگم، خب حرمسرا رو میتونم انتخاب بکنم که خیلی سر صدا به پا کرد بین تمام آهنگات، و خونه خوبه که بعد از ورودت به ایران بود و اون اتفاقات. این سه تا آهنگ فکر میکنم که از هم آهنگ برزخ و یا اون حالا آهنگای من دو تا آهنگو استفاده میکنم. یکی از این گزینه‌های شما حرمسرا به طور قطع یک تحول بود و 40 سال دروغ و 40 سال بدبختی مردم ایران رو ریخته رو میز. من آهنگ جهنم و آهنگ حرمسرا تاریخ ایران و 40 سال تاریخ ایران رو نوشتن، تموم شده رفته. بعدها میتونن جوونها توی آهنگ جهنم و توی ویدیویی که من بعدها براش میسازم با امکاناتی که داشتم. ببین من امروز قبل از اومدن شما داشتم میگفتم آدم باید همیشه نسبت به داشته‌هاش بخواد. خب من به اندازه پول جیبم تونستم خرید کنم، به اندازه پولی که داشتم ویدیو جهنم رو ساختم، در صورتی که این ویدیو جهنم نیست. من در آینده یه ویدیو واقعی از جهنم میسازم و یه ویدیو واقعی از حرمسرا میسازم و این دوتا ویدیو بدون شک 40 اوه سال اوه اوه. تاریخ آهنگ موسیقی حرمسرای 2 یا جهنم 2 هم میدی بیرون؟ نداره. دو نداره، اینا تموم شد. 40 سال تاریخ ایران رو به تصویر و به شنیدن میکشه. خب این بود از صحبت‌های امین فردین با امیر تتلو و صحبت‌های مهم امیر تتلو در مورد اینکه در خود ببین و بعد بخواه. البته این خیلی صحبت‌های دیگه شد، اگه دوست داشتین میتونم پارت دومش هم درست کنم تا زیاد طولانی نشه و زیاد خسته کننده نشه، با اینکه آدم خسته نمیشه از صحبت‌های تتلو. حالا من به شخصا اینجوریم. الان امیر تتلو تو زندانه به خاطر اینکه حقیقت‌ها رو گفته و همیشه وقتی که حقیقت‌ها رو بگه اون آدمو سرشو می‌ذارن زیر آب، خفه میکنن. اینه که حالا اگه دوست داشتید من پارت دو رو حتما درست میکنیم. لایک کامنت سابسکرایبتون نره تا ویدیوی بعدی. شما میسپارم به خدای بزرگ. این دوتا هم یکیش ویدیو یکیش آلبومه، برید ببینید. چاکرم. فعلا